سلام بچه‌ها، چطوری؟ خوش اومدین به ویدیو جدید من. توی این ویدیو قراره با هم دیگه بهترین و خنده‌دارترین قسمت‌های جوکر رو ببینیم. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نکنید. بریم با هم ویدیو رو ببینیم. پرزنت کنن و خودشونو به شما. چه اینکا سمی آیه بوز، شما همین الان فلش پایینه. عزیز من، شما به فلش نموداری من چی کار داری؟ بیا خودتو فقط اینکه اون اینجوری میکنه پلکاش بسته. بریز تو من. ببین تو بیا بریز خودتو تو من. بیا بریز خودتو تو من. نمیخوام بزن من. بیا بریز خودتو تو من. چه گیری داره. برو خودتو بریز تو اون. چه صدایی؟ واو واو واو. بچه رو همون میزنن. چرا نزنم؟ اگر میخوای واو واو. زن دندان من کجا گذاشتی؟ و هر وقتی دارم با تو صحبت میکنم اینو میگی. آری بفهم مادر. دلم گرفته، حالا که شما یک قاسم صحبت کنم. تو مگه نمیگی دندان خودتو گم کردی؟ پس این چیه تو دهان تو؟ دندان تو بود دیشب تو دهانم. یکم بد گفت. حرف بدی نزد ولی خب بد توضیح داد. دندان منو برداشته گذاشته دهان خودش. تو اتفاقی بینه مرمون شو. اگر من آمدم امشب پیش تو، الان منو ببین، دندونامونو بذارم تو دهنم. چه سمیه. نه یه دلیل دیگه هم داره که نمیام پیشت. نام تو بگی محمد رضا بخورش. صداش قطع شد. اون عکسی که تو ویلای کردان ازت پخش شد فتوشاپه؟ خیر بودم. شبیه کدوم بازیگر خارجی؟ من هرگز نخود فرنگی نخوردم. ببین یه چیزی همین وسط نگه دادیم. چقدر مظلوم. من هرگز نخود فرنگی نخوردم. واسه تو میگیریم الان. من هرگز کارهایم را درست انجام ندادم. چند ساله است تهران؟ بفرمایید. اون اصلا حرفاش تو گروه سنی باقی نبود. یعنی اون که اصلا مهد آورده بودیم. نه هر کی من هرگز تشه نمیشم. من هرگز اگر غذا بودی چه غذایی بودی؟ لوبیا پلو. چند بودی؟ گرون. نیکی مظفری. فکر کنید یا خب بچه ها رسیدیم به آخر ویدیو. مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراهی کردین. توی کامنت ها بنویسین که دوست دارین پارت 2 این ویدیو رو هم بسازم یا نه. دوستتون دارم، حمایتم کنید. لایک، کامنت، سابسکرایب. بریم تا ویدیوهای بعدی.